روز دوشنبه 9 ایول رجب طیب اردوغان به صفت رئیس جمهوری نوی ترکیه سوگند یاد کرد و به دنبال داماد خود برات البیرق را به عنوان وزیر مالیه و خزینه‌دار دولت معرفی نمود. Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak. بعد این اعلان لیره ترکیه در چند دقیقه 3.5% قرب خود را از دست داد. در هر صورت حالا رجب طیب اردوغان از صلاحیت‌های گسترده‌ای برخوردار است که هیچ یک از پرزیدنت‌های پیشین نداشتند. در ترکیه 24 ایونی سال جاری مقام سروزیر که رهبری بخش اجرایی دولت را بر عهده داشت از بین برده شد. رجب طیب اردوغان در میان هزاران مهمان خارجی در کاخ ریاست جمهور در انقره سخنرانی کرد. من باور دارم که در چارچوب نو حکومت کاملتر و سریعتر عمل خواهد کرد. در حکومت نو معاون پیشین سروزیر محمد سیمسک حضور نخواهد داشت. سابق رئیس دستگاه اردوغان هولوسی اکر به مقام وزیر مدافع پیشبری شده، مولود چاوشاغلو در مقام وزیر امور خارجی و سلیمان سایلو در مقام وزیر امور داخلی ترکیه باقی ماندند. رجب طیب اردوغان در انتخابات گذشته پرزیدنتی با دریافت رأی بیش از 50% انتخاب کنندگان رئیس جمهوری آن کشور انتخاب شد. در رفراندوم بهار سال گذشته بیشتر رأی دهندگان به تغییرات در قانون اساسی ترکیه رأی مثبت دادند و در اساس آن پرزیدنت قدرت نخست وزیر را نیز بر اختیار گرفت. برخوردار شدن پرزیدنت از نیروی اجراییه بزرگترین اصلاحات از زمان برهم خوردن امپریای عثمانی در ابتدای عصر 20 است. رجب طیب اردوغان 15 سال نخست وزیر ترکیه بود و سال 2014 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. بعد یک کوشش تبادلات ناکام دولتی در تابستان سال 2016 اردوغان تاکید کرد که برای تأمین رشد کشور و حمایت ترکیه از ناآرامی‌ها در مرز با عراق و سوریه، پرزیدنت کشور باید از صلاحیت‌های اجراییه برخوردار شود. مخالفین اردوغان میگویند پرزیدنت یک دولتی خودکامه بنیاد کرده است و سعی دارد نهادهای دنیوی ترکیه معاصر، ارزش‌های جامعه دموکراتی و آزادی بیان را از بین ببرد. در پی کودتای ناکام در ترکیه تابستان سال 2016 تا به حال هزارها نفر در این کشور بازداشت و زندانی شده، هزاران تن دیگر کار خود را از دست دادند و صدها تن دیگر همچنین در انتظار برگزاری دادگاه ها قرار دارند.